فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. کلا. این داره رد میکنه این ادعاشون و این تصورشون. اما انسانی که همه چیز رو تو دنیا میبینه، بحث ایمان و خدا و قیامت تو زندگیش نیست، مد نظر نداره، اگر الله عزوجل مورد امتحانش قرار بده، ببینید دار و ندار امتحان است، ابتلا و آزمایشه، اگر مورد امتحانش قرار داد، تکریمش کرد و رزق روزی فراوانی بهش داد، میگه بله. ببینید الله عزوجل فهمیده که من انسان مکرم و محترمی هستم، تکریمم نموده، یعنی من لیاقتشو دارم، من شایستگیشو دارم، و حالا اون ادعاهای بالا بالایی هم میکنه. اما اگر همین انسان الله عزوجل امتحانش بکنه و در تنگنا قرارش بده، رزق و روزی تنگی بش بده، کم، میگه پروردگار مرو خار و ذلیل شمرده، در حالی که انسان مومن به هیچ عنوان همچه دیدی نداره. بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، این گونه نیست. شما اگر آدم درستی بودید، زمانی که دارا بودید به ایتام میرسیدید، طعام و غذا به مساکین میدادید. این بیانگر این زمانی که شما هم خداوند بهتون داده بود رزق روزی فراوان و حس می کردید که مکرم و محترمید و نزد الله عزوجل جایگاه دارید، همون موقع هم بر باطل بودید. این یه مجرد ابتلا بود که شما درک نمی کردید، خودتونو صاحب قدر و منزلت نزد خدا می دونستید، در حالی که اگر اهل قدر و منزلت نزد خدا بودید از این نعمت استفاده می کردید، نمونهش مثلا به ایتام، به مساکین می دادید، توجه می کردید. اینه که کسانی که شکرگزارن، شاکر نعمتهای پروردگارن، توفیقات الهی نصیبشون میشه. ذیل همین آیه و کذالک فتنا بعضهم ببعض، علامه مفسر عبدالرحمن ناصر سعدی رحمه الله نکات جالبی داره در رابطه با همین آیه که بعد الله عزوجل میفرمایند الیس الله باعلم بالشاکرین. میگه که کسانی که نعمت الهی رو میشناسن و مقر و معترفن به نعمتهای الهی و بر مبنای رضایت و خوشنودی و اراده خدا عمل میکنن، اینها کسانی هستند که الله عزوجل به آنها توفیق خیش و فضل خیش عطا می کند، چون بستر رو آماده کردن، لیاقت و شایستگی خودشون رو نشون دادن به الله عزوجل، با اعتراف به نعمت، با اقرار به نعمت، با قدردانی از نعمت و اینکه در جهت رضایت خدا از اون نعمت ها استفاده کردن. اینه که الله عزوجل فضل خودش رو همونجا گذاشته و بهشون توفیقات خودش رو به صورت مستمر میده. اما اون کسانی که شاکر نیستن و کفران نعمت میکنن، مثل همین افرادی که حالا تو آیه بهشون اشاره میکنه که میان تمسخر میکنن از مؤمنین مستضعف، میگن حالا اینا کسانی هستند که الله عزوجل برشون منت نهاده از میان ما. میگه اینا کسانی هستن که الله عزوجل فضل خودش و توفیق خودش رو از اونها میگیره، چون لیاقت ندارن و این لیاقت دست خودشون بوده، از خودشون نشون بدن، اظهار بکنن. اینه که شکرگزاری جزو یکی از بهترین اسباب و علل به دست آوردن توفیق الهی است. اما اینکه شکر اون کدوم شکری است که انسان مؤمن همچه لیاقتی رو پیدا میکنه که مستحق توفیق الهی، هدایت و فضل پروردگار بشود. ابن قیم رحمه الله در رابطه با شکر و پایه ها و اساس شکرگزاری و سپاسگزاری رو خیلی جالب توضیح میدهن. بیان میکنه، میگه که شکر بر 5 پایه استوار است که اگر کسی این 5 پایه و اساس در شکرگزاری رعایت بکنه، یک انسان شاکر و سپاسگزار حقیقی در درگاه الله و لیاقت فضل و توفیق الهی پیدا کرده و میکند.
میگه یکی این که اعتراف به نعمت است، انسان مقر باشه به نعمت. چون بعضی وقتا افراد نعمتهای گوناگون در اختیارشونه اما حس به نعمت نمی کنن که دیگه اعتراف بکنن، بگن، در ذهن و دلشون احساس بکنن که خداوند این نعمت به من داده. اینا نعمتهای الهی هستن که بالاترینشون نعمت دینه، نعمت قرآنه، نعمت هدایت هست، نعمت مسلمون بودنه. که خیلی وقتا افراد مسلمونن اما گهگاهی احساس میکنن که حتی اگر مسلمون نبودن بهتر بود براشون تا اون حد. خب چگونه همچه انسانهایی لیاقت توفیق الهی دارن که استقامت بورزن و با اسلام و ایمان از دنیا برن؟ اینا که نمیخوان، حتی گهگاهی به عنوان نعمت به حساب نمیارن، به هیچ عنوان که اصلا خدا رو حمد بکنن، مدح و ثنای خدا بگن به خاطر دین، به خاطر ایمان، به خاطر عبادت و بندگی، اصلا به حساب نمیارن. لذا اولین قدم در بحث شکرگزاری اعترافه. انسان مقر باشه که این نعمت عظیمی است. همچنین به زبان مدح و ثنای الله بکنه و بعدم به خاطر نعمتایی که الله عز و جل بهش داده خضوع و خشوع داشته باشه در برابر منعم خودش و بعدش محبت الله عز و جل و به کارگیری نعمتها در جهت رضایت الله.